به نظرت من خوبم؟ من هفته پیش بعد اینکه 4 ساعت توی صف منتظر بودم بالاخره تونستم به رستوران برم و اون استیکی که با طعمای عالی مرینیت شده بوده بخورم. درسته گرون بود ولی میارزید. مردم چیزایی به اشتراک میذارن که اونا رو مقابل دیگران خوب جلوه بده. و چیزی که باعث میشه این اشتراک گذاری چندین برابر بشه اینه که یه آدم از تجربه‌های شخصی خودش حرف بزنه و اون حسایی که تجربه کرده رو برای شما توصیف کنه. توی بیان تجربه‌های شخصی قیمت‌های بالا نه تنها حس منفی بهت نمیده بلکه یه عامل محرکی برای بازگو کردن اون شرایط اتفاق. چرا؟ چون میل به تایید اجتماعی انگیزه اساسی بشره. از طرف دیگه افشای اطلاعات شخصی مثل گرفتن پاداش میمونه. خب اگه آدمای دیگه چیزایی داشته باشن که مردم امکان دسترسی بهش نداشته باشن، حس خاص بودن و متمایز بودن بهشون دست میده. فقط یادت باشه سخت کردن دسترسی با غیر ممکن کردن دسترسی متفاوت. توی طول روز شاید یه ساندویچ ارزون بخوریم یا یه قهوه تیک اوی یا حتی یه لباس ارزون هست توی اینستاگرام بخریم، ولی هیچ وقت اونا با دوستامون به اشتراک نمیذاریم. چون انگار ارزش جایگاه اجتماعی ما رو میاره پایین. محصولایی که باعث میشن جایگاه اجتماعی ما بالاتر به چشم بیاد مسلماً بیشتر به اشتراک گذاشته میشن. پس یادت نره ترویج اجتماعی خودش یه عامل مهم توی اشتراک گذاری بیشتره. توی پست‌های بعدی مثالای بیشتری در مورد ترویج اجتماعی براتون میزنم. من نویدم و توی پیجم کلی از این مطلب رو براتون دادم.